تصور کن یک روز از مدرسه اخراج بشی، اما چند سال بعد تبدیل بشی به معلمی که میلیون‌ها نفر به حرفاش گوش میدن. این همون مسیریه که مجتبی شکوری طی کرد، اما چطور یک پسر شیطون و دردسرساز تبدیل شد به یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های ایران؟ داستانی که قراره بشنوید ممکنه مسیر زندگی شما رو هم تغییر بده. پس تا آخر ویدیو بمونید. مجتبی شکوری در 21 اردیبهشت 1366 در تهران به دنیا اومد. پدر و مادرش هر دو معلم بودن و همیشه بهش تاکید میکردن که کتاب کلید موفقیته، اما یک مشکل وجود داشت. مجتبی یک دانش آموز بی نهایت شیطون بود، اونقدر که چند بار از مدرسه اخراج شد. اما یک چیزی هیچ وقت توی زندگیش تغییر نکرد: عشقش به کتاب‌ها. همون علاقه باعث شد که توی کنکور به دانشگاه صنعتی شریف راه پیدا کنه و مهندسی مکانیک بخونه. اما یک اتفاق مسیرش رو تغییر داد. مجتبی که فکر میکرد آیندهش توی دنیای مهندسیه، کم کم فهمید که چیزی توی این مسیر کم داره. اون دنبال معنای عمیق‌تری توی زندگی بود. همین باعث شد که مسیرش رو عوض کنه و به دنیای فلسفه، روانشناسی و ادبیات قدم بذاره. اما چیزی که واقعا زندگیش رو متحول کرد، حضور در برنامه کتاب باز بود. اولین بار که توی برنامه کتاب باز حاضر شد، کسی نمیدونست که قراره یکی از محبوب ترین کارشناسای این برنامه بشه. اما حرفاش درباره کتاب‌ها، زندگی و رشد فردی اونقدر تاثیرگذار بود که مردم عاشقش شدن. اگه تو هم دوست داری بدونی چطور از این برنامه به شهرت و محبوبیت رسید، حتما تا آخر ویدیو بمون و اگه از این داستان‌ها خوشت میاد لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن. بعد از کتاب باز، مجتبی شکوری تصمیم گرفت که تأثیرگذاریش رو بیشتر کنه. پادکست رادیو راه رو راه اندازی کرد، جایی که میلیون‌ها نفر حرفاش رو گوش میدن و ازش الهام میگیرن. و مهمتر از همه، اون تبدیل شد به معلمی که همیشه آرزوشو داشت، ولی نه توی کلاس درس، بلکه برای کل مردم. زندگی همیشه اون طوری که برنامه‌ریزی میکنی پیش نمیره، اما مهم اینه که چطور از مسیرهای جدید استقبال کنی. مجتبی شکوری ثابت کرد که حتی اگه مسیرت رو چندین بار تغییر بدی، تا وقتی که به چیزی که واقعا دوست داری برسی، هیچ وقت دیر نیست. حالا نوبت توئه. تا حالا شده یک کتابی بخونی که نگاهت رو به زندگی عوض کنه؟ اسمش رو توی کامنت ها بنویس و اگه میخوای داستان‌های الهام بخش بیشتری بشنوی، کانال رو سابسکرایب کن. تا ویدیوی بعدی مراقب خودت باش.